در رزمایشگاه حرب میدان تاجیکستان دور نهایی مشق‌های ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل زیر نام دوشنبه آنتی ترور 2017 انجام یافت. انتخاب رزمایشگاه مذکور به خاطر آن صورت گرفت که در 15 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر می باشد. این مشق‌ها به گونه هشدار به تروریستانی که در قلمرو افغانستان حضور دارند معنی داد می شود. مرز تاجیکستان و افغانستان حدود 1400 کیلومتر را تشکیل می دهد. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی گفت تاجیکستان در مقابل تهدیدها از سوی تروریستان به دولت‌های مشترک المنافع نقش کشوری بوفری را اجرا می‌کند. با توجه به فعال گردیدن گروه‌های تروریستی وضعیت در افغانستان بخصوص در شمال این کشور نگران کننده است. گروه‌های بین المللی تروریستی از جمله گروه دهشت افکن دولت اسلامی به شمال افغانستان انتقال داده شدند. طبق روایت تمرین تعدادی از جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی حضور خود را در ناحیه‌های شمال افغانستان تقویت داده مرز را عبور می‌کنند. برای نابود کردن آنها گروه متحده عبارت از نهادهای مختلف قدرتی تاجیکستان و تکنیک و نیروهای پایگاه 201 روسیه تشکیل و سفربر کرده شد. تروریستان شرطی هدف آتش سیستم اوراگان قرار گرفتند. در این تمرین روسیه برای نخستین بار مجموعه موشکی اسکندر ام را بیرون از قلمرو کشور خود در چهارچوب مشق‌های ضد تروریستی استفاده بود. موشک اسکندر ام از رزمایشگاه لاهور پرتاب شده در 140 کیلومتری هدف را در حرب میدان محو کرد. میخواهم ذکر کنم که هدف تشکیل این تمرین مشترک نه تنها کارکردی عملیاتی یکجای نیروهای نظامی بلکه هشدار جدی به گروه‌های مسلح است که نقشه بی‌ثباتی در کشورهای عضو را دارند. قبل از آن در چارچوب تمرین مبارزه با تروریستان نیروهای قدرتی تاجیکستان گروه تروریستان شرطی را که تلویزیونی دولتی کشور را محاصره کرده بودند نابود کردند.